ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر لما تذل روحك قل يا ربي يا معز. سلام علیکم تماشابینان عزیز. امروزا ولاگ ما سر میشه از منطقنی. اینا فرش را نمک کردیم، پریپراوش انداختیم، مرچ، کمتر روغن، انا زوالا را گرفتم مونده بودم، کمتر دم گرفت، اکتنکشون کرده استیم، انا میخیل کرده. زوالا را تنک کده شیدیم تماشابینان عزیز. انا میخی کده میبریم و اکو فرش را درونش دا می اندازیم، می پیچونیم منطقه را. تماشابینان عزیز ایجاد باشه با دست چپم کار کده استم، برای که دستی راستم ما چلیک ما وای کدم بریدم. وقتی پیازا را ریزه کده استه بودم یک تیارکا گرفته بدیم، وای داشته کورچه خیلی برای پیاز ریزه کردن هم داشت درمشته. گفتم با وای کنم تسترک کارم بود شوه، وای خطی کردم که کورچهش به حد تیز بده. چلیک ما چقری بد برید، بعد همی زوالا را هم پریچد که پشته گرفتم پیچوندنش هم این همی خیلی قین بدهیده. دستی راست خطی آسانه کار کردم، با دستی چپ من نمیتونم به حد قین بود، خیلی کار ما بود کردم نکیم همی خیلی. منطقه را همش پیچونده شیدیم تماشابینان عزیز. انا آبش میریزیم، در آن آبش کمتر نمک میاندازیم و میمونیم 45 منوت دا منطقه ما تیار میشه. منطقه ما تیار شدن تماشابینان عزیز. انا همی خیلی آمدن. ویدیو ما در همینجا به آخر میرسه. از همه مینت دارم برای دستگیری ها. خیر مردمی و مسلمانی روی دنیا در پناه خدا باشه. تا ویدیوهای آینده خداوند همگی نگهبان باشه.